گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه. هفته پر از خبر و حرف و حدیث ها رو پشت سر گذاشتیم. قبل از تظاهرات 22 بهمن جنگ گرگ ها بود در مجلس و در قم. علی لاریجانی در مجلس میدونیم یقه احمدی نژاد گرفت و او رو با کلمه به سلامت از مجلس اخراج کرد و بعد استاندار قم و آخوند مصباح یزدی که به قول معروف همیشه هر دوانه عمل میکنه، یعنی هم خودشو نسبت هم در برابر خامنه‌ای کرنش میکنه و هم هوای احمدی نژاد رو داره، چرا که احمدی نژاد هر سال یه بودجه کلانی در اختیار او میذاره تا در قم بتونه هزینه اون آخوندهای کم سن و سال رو که داره تربیت میکنه بپردازه. بنابراین دیدیم که علی لاریجانی وقتی داشت سخنرانی میکرد، گروه هایی که افرادی که تجهیز کرده بود همین مصباح یزدی که بعد گفتن استاندار هم بهش یاری داده، شعار دادن، لگه کفش پرت کردن، مهر پرت کردن و در نهایت به او نزدیک شدن که عده‌ای او را از این خطر نجات دادن و دورش کردن. و بعد یکی از معاونان همین مصباح یزدی گفت ما قبلا به تو گفته بودیم که اینجا پیدا نشه و اینجا برای سخنرانی خطرناک برات. حالا 2 روزه که به علت درماندگی سید علی خامنه‌ای از اداره مزدوران خود 2 پسر خودش رو در بیت رهبری، یکی مجتبی که دزد بزرگ و معروف ایران و رهبر دزدی‌های 3000 میلیارد تومانی است، همراه برادرش مسئول کمیته کرده که بتونن اوضاع و احوال رو به جای پدر اداره کنن. همین 2 نفری که ملاحظه بفرمایید، دست چپیش دزده، دست راستی هم در حال برادرشه. در راهپیمایی 22 بهمن هم احمدی نژاد اون چیزا نشون ندادین، اون کاریکاتور جنگ گورکا رو که ازش ما عبور کردیم اینم نشون بدین که بدونن. بعد داشتیم صحبت میکردیم درباره این کاریکاتوری براشون گذاشتم به عنوان جنگ گورکا در همه سایت های اینترنتی و سایت فیسبوک سپیران هم این هست. بعد در راهپیمایی 22 بهمن که خواهش میکنم اون عکس راهپیمایی 22 بهمن رو بذارین، گفتن که اینها، این احمدی نژاد هم اونجا سخنرانی کرده و گفته که اینها از زنده باد بهار آزادی من ناراحتن. خب من از این به بعد میگم زنده باد پاییز. بنابراین این را ملاحظه میکنید که مردم هم برای 22 بهمن یه شعاری درست کردن که این 22 بهمن چه ثمراتی داشته. اون مطلب 22 بهمن رو لطفا بذارید که ببینن. بعد 22 بهمن میگه ترکیه آباد شد، لبنان ساخته شد، امارات نوسازی شد، سوریه نونوار شد، دریای خزر جدا شد، 3 نسل ویران شد، امریکای جنوبی پولدار شد و آبرو و عزت و شرف ما پایمال شد. بله اینم داستان اونجاست. اما حضور احمدی نژاد در مصر هم با حرف و حدیث های مختلفی روبرو بود. در دیدار اول محمد مرسی با اون اصلا این پرچم رو گذاشتن که پرچم شیر خورشید نشان ایرانه که ملاحظه بفرمایید. بعد چون سر و صدا در اومد و گفتن آقا این پرچم رژیم سابق مصر اونجا گذاشته، دیدارهای بعدی که شد اصلا فقط پرچم مصر بود و پرچم رژیم تهران اونجا نبود. اما جالبتر از همه خبریه که همین امروز منتشر شده و اونی که به محمد مرسی رئیس جمهور مصر یه عده‌ای افراد به نام نخبگان رژیم، حالا کیا هستن میگم بهتون، این نخبگان رژیم یک
نامه فرستادن، گزارشی تهیه کردن برای آقای رئیس جمهور مصر. گفته آقا تو بهترین کارت با این ناراحتی ها و گرفتاری هایی که داری انقلاب اسلامی ایران رو الگوی کار خودت بکن و بتونی اونجا حکومت کنی. منظورش البته این است که میدونیم که خود محمد مرسی به خاطر اینکه کوکتل مولوتوف پرت میکردن در کاخ و خطر اون رو تهدید میکرد، اصلا کاخو ول کرده رفته تو خونهش از اونجا کار میکنه. حالا گفتن که آقا بهتره که شما جمهوری اسلامی و این برنامه هایی که ما برای در اینجا اجرا کردیم بکنید. اینا کیا هستن این نخبگان؟ علی اکبر بلایتی، حداد عادل، مجتبی خامنه‌ای و جمعی از همین حشرات. اما دستاوردهای حکومت رو که به آقای مرسی گفتن که تو از اونا بهره برداری میکنی، اون وقت این دستاورداش ببینیم چیه. یک روحانی در کردستان امروز سخنرانی کرده و متن سخنرانی ایشون رو گذاشتن در حال فیسبوک هست، در اینترنت هست و ببینید که این چه دستاوردی بوده که به رئیس جمهور مصر توصیه کردن آقا این انقلاب ما رو سرلوحه کارت قرار بده تا بتونی از این دستاوردها استفاده کنی. نمونه دستاوردها رو از زبون این آقا گوش کنید. آقای خامنه‌ای که امروزه مریدانش چه بلایی به سر شاگردان مکتب سید قطب میارند. نمیدانه وقتی به کردستان آمد از وحدت و برادری و بازگشت به اسلام صحبت میکرد، از اهل سنت تعریف و تمجید میکرد، از سید قطب تعریف و تمجید میکرد. حالا نمیذارن ما بریم پیش آقای خامنه‌ای بگیم ای آقای خامنه‌ای مسئولی به خدا، روز قیامت باید جوابگو باشید. شما اسم خودتو گذاشتید ولی امر مسلمین تهران و ام القرای مسلمین نام نهاده ای. هر ظلمی که به ما بره به خدا شما مسئولید. آقای خامنه‌ای بیا ببین چه بلایی به سر ما میارن. شما از مسلمانان مصر پشتیبانی میکنید، ما برادران خواهران اونا هستیم. شما که از غزه پشتیبانی میکنید، غزه اهل سنتن. اگر اونا دورن ما نزدیکیم. اگر اونا به خاطر حفظ حرمت و آب و خاک کشته ندادن، ما هزاران جوان کشته دادیم. اگر تمام مردم منطقه همه آواره شدن و منطقه رو به جا گذاشتن، ما پایداری کردیم، ایستادیم. بارها منطقه ما بمباران شد، کشته دادیم، هیچ کار بدی انجام ندادیم. پاکترین و سالمترین نقطه ایران این منطقه ماست. ولی آقای خامنه‌ای بیا نگاه کن، با نام اسلام ناب، با نام تو، با نام خمینی کبیر، با نام امام زمان، ببین چه بلایی به سر ما میارن. 3 سال پیش به اینجا حمله کردن، به خدا چنان اهانتی میکردن به زنان ما که هرگز اسرائیلی ها اون اهانت رو به زنان فلسطینی نمیکردن. الان فلسطینی ها آزادن، هیچ یهودی بر فلسطینی که همه اهل سنتن فشار نمیاره بگه شما یهودی بشید، مساجد رو تعطیل کنید، حق اقامه نماز رو ندارید، یا اونایی که امام نماز هستن باید مزدور ما باشن. ولی اینا میگن تا کسی ولایت فقیر رو قبول نکنه، مزدور ما نباشه، به امر ما رفتار نکنه، حق نداره اقامه نماز کنه. آخر ما مخلوق اللهیم، بنده اللهیم، بنده شما که نیستیم. بس کنید، دست بکشید، رفیقهای خودتون رو ببینید. به خدا ظلم و ستم پایدار نیست. به خدا ما هم هرگز حاضر نیستیم ظلم و ستم رو قبول کنیم. دیگه دست از جنایت و ظلم و ستم و فشار بردارید، دیگه بس است. به خدا ما مرگ و ریختن خونمون و شهادت و ترجیح میدهیم بر این زندگی. حالا رفتن اونجا پیشا پیش هیچ مدرک و سندی به دست نیاوردن، میگن آره اینا وهابی ها بودن. ای روتان سیاه، ای دروغگوها، هر کسی که مزدور شما نباشه، دیندار باشه، صادقانه تبعیت از سنت رسول الله کنه، برچسب وهابی رو بهش نسبت میدین. ای روی دروغگو سیاه، روی ظالم سیاه، روی تفرقه انداز سیاه، روی اون کسانی که با نام محمد، با نام الله، با نام علی،
با نام حسین مردم رو از دین خدا دور میکنند، تفرقه درست میکنند، مردم رو به جان هم میاندازن، روی همه اونها سیاه. دست بردارید، دست بردارید دیگه. الان مرتب اسم دادن کیو 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 کی. چرا؟ چون اینا مزدور رژیم نیستن. اگر شما با حکام عرب و ترک و کی مشکل دارید، چرا چوب اونا رو بستر ما میشکنید؟ گناه ما چیه؟ ما کردها چه گناهی کرده ایم آخر؟ گناه ما چیه؟ ما بنده اللهیم، به شما خدمت کردیم، به خاطر رژیم شما هزاران جوان ما کشته شدن. دیگه بس کنید، دست از ظلم بردارید. به خدا ما مرگ و انتخاب میکنیم ولی هرگز ذلت رو انتخاب نمی کنیم. بله، خب لابد این آقا مأمور حکومت بود، اومد صداش قطع کرد، ولی به هر حال این همون تصویر و سیمای از حکومتی که به نخبگان رژیم، به آقای رئیس جمهور مصر توصیه کردن که نمونهشو بذارن. نمونه دیگهش همین عکسیه که در این هفته جهانی شده. تماشا کنین ببینین که در سبزوار چه بلایی به سر یک جوون کم سن سال بیچاره میارن. این مردی که لندهو رو با این قیافه که بغل دستش نمونه خوش آمد، ببینید چه جوری به این بچه کم سن سال شلاق دارن میزنن و این عکسیه که جهانی شده و همه جا منتشرش کردن. این نمونه این حکومتیه که باز به آقای رئیس جمهور مصر توصیه کردن بیا اینا رو بذار. یعنی اگر میبینی که اونجا سر و صدا و اینا، باید اینجوری بکنی، بزنیشون تو زندان ها، به زنها تجاوز کنی، مردا رو شکنجه کنی، آدما رو بکشی، حلق‌آویزشون کنی، واروشون کنی. همه این کسابتکاری هایی که داره به دستور سید علی خامنه‌ای اجرا میشه و به این روزگار افتاده که مملکت دیگه از دستش خارج شده و اومدن دو تا بچه هاش گذاشتن میگن تو بیا حالا اداره کن، این دیگه عرضه اداره نداره. خب میبینیم که این داستان خیلی جالبه و یک آخوندهای همین آخوندهای مملکت ما، این آخوندهای شبیشه دیروز، نخندید راستی درست میگم، چون خود من به خاطر سالها حرفه روزنامه نگاری شاهد و ناظر بسیاری از وقایع و بودم و گاهی اوقاتم سری به اطراف حجره های این آخوندها در قم و مسجد شاه میزدم قبل از اینکه شاه فقیه دستور بده سازمان و بعد وزارت و اوقاف درست بشه تا پول و پله‌ای به این آخوندها بدن که این زندگی جانور ما در بیان. اینها جانوران مزاحم جامعه بودن، از فلاکت و بدبختی اغلب چند هفته‌ای به حمام نمی رفتن، مرتب خودشون نمی خواندن. اینا همین چهره های کثیفی بودن و اونایی که یک مقداری مهرهای گنده تر از اینا بودن میرستن تو خانه های این زنان و مردان کهنسال، هفته ماهی یه بار روزخوانی میکردن. من یه بار خدمتون عرض کردم که مادر خانم خود بنده که یادش بخیر در زمره همین زنانی بود که ماهی یه بار تو خونش روزخونی بود و همسایه ها و اینا می آمدن اونجا، یا آخوندی هم می آمد خرش رو اغلب اونجا که میاد پاک میکرد دم خونه این بندش نمیبست و همیشه این خطر وجود داشت که این علاقه رو هم بکنه و بره و دیگه به این آخونده هم چیز نده، این سواری نده. و مادر خانم بنده مرتب من سفارش میکرد فلانی لطفا یه نگاهی دم در بکنی ببینی خر آقا سر جاشه نرفته یه جوری نشه. بعدم که میخواست آقا بره پاکت میداد به من میگفت اینو بده به آقا. یارو یه دفعه هم در گوشی من گفت آقا به خانم بفرمایید یه خود چربش کنن، یعنی 10-15 تومانی که بهش میداد میگفت مثلا یه چند تومانی هم اضافه بگیم به من بدن. اینا حالا اومده یه آخوندی به این شرایط امروز به دزدیاب و ناز نعمتی که رسیده، یه آخوندی به نام مهدی طایب بدون اینکه آگاهی داشته باشه اینو گذاشتنش معاون اطلاعات سپاه. ببین اون سپاه چیه؟ محلی هست که این دیگه شده حالا معاون اطلاعات سپاه. بعد یک چنین فردی اومده چی گفته؟ گفته آقا سوریه استان 35م ایرانه. حالا ما اصلا
خوزستان هم اگه نخواهیم ما بگیرن اب نداره، ولی این استان 35 ما باید حفظ کنیم. انقدر آدم شعور نداره که آقا استان یک کشور در یه محدوده‌ای باید بشه که مملکت هست. اون ور دریاها یک کشوری برای خودش هست، مردمش رو توهین میکنین، میگیم بیا استان 35 ما بشو، بعد این توهینو که اونا دارن تحمل میکنن اصلا متوجه این نیستی که اون خوزستانه که الان با پولای مردم اونجا و نفت اونجا تو داری اون سوریه رو اونجا اداره میکنی که هستش. بنابراین اگر خوزستان نباشه اون سوریه کجا هست؟ این پولا رو از کجا میاریم ببرین اونجا به اینا بدین؟ بنابراین این آخوندها یک چنین ناآگاهی هایی دارن و یه صحبت هایی میکنن که الان 2 روز خوزستان رو به هم ریختن و شهرهای مختلف خوزستان و در هر حال مناطق بختیاری و اینا همه ناراحت هستن. الان یک عکسی الان گذاشتن، شمشیری به دست گرفتن و اون یکی هم لباس بختیاری پوشیده، یه شعری هم سرودن در همین رابطه که این طایب گفته که اگر چون ریزم هست که بتونم براتون بخونم چند خطشه، خیلی جالبه. به این آخونده میگه، به این طایب میگه تو را چه به تفسیر ایران زمین، گدای بداندیش و بیکیش و دین، قیاست ز خوزستان از چه با سوریه است، تو که ماندنت در ایران زوری است. رسد کار مهمان بدان جایگاه، که خورم ز میهن کنی تو خدا، به چوب حراش تو زنی خانم، تو گویی که من چون تو بیگانم. چنان بکوبمت به گرز گران، که پولاد گویند آهنگران، که پولاد کوبند آهنگران. چنان پاک گردانمت از میان، بسان خسی صد رودی روان. خیلی ریز مشکل بر من بخونم ولی شعر جالبیه، میتونین توی صبح ایران سایت فیسبوکش این رو گذاشتم، شعر طولانیه تقریبا، این رو بخونین ببینین جالبه. حالا همین آخونده اینجوری مملکت و خوزستان رو به هم ریخته. یه آخوند دیگه پیدا شده به نام آخوند محمد باقر خرازی، اومده گفته باید حالا توی این گیروداری که خود رژیم و خود ایران در خطر تجزیه است و همه نگرانیم به راستی تا این اوضاع به یه شکلی درست بشه، مملکت اون سر جاش میمونه یا در حال اونجا تجزیه میشه. و این کارهایی که ما دیدیم با کردها میکنن و این کردها این همه ناراضی هستن، در حالی که کردستان و عراق تقریبا خودمختار و در حال داره کشور درست میکنه، مال سوریه هم به همیشه اینا این همه مردم رو ناراضی میکنن که یک روحانی در شرایط کنونی میبینید میبره دیگه و چجوری با خامنه‌ای صحبت میکنه و به او اعتراض میکنه به خاطر اعمالی که علیه مردم کردستان میکنه. خب مردم کرد این همه ناراضی هستند، اگه دریچه‌ای باشه یا بگن آقا خودمختاری یا فوری میرن به اونای دیگه میچسبن. اینا خیانتایی که این آخوند خامنه‌ای داره به ما میکنه. حالا این محمد خرازی اومده گفته که ارمنستان و تاجیکستان و آذربایجان رو باید مذاکره بکنیم با کشورهای دیگه به ما برگردونن. حالا اون 3 کشورها به هم ریختن، همه اعتراض و سفیرها رو خواستن و گفتن چیه؟ گفتن آقا ایشون کاری نیست، این حرف خودش زده. آقا عضو مجلس خبرگانه، اگه مجلس خبرگانی که این حقوق کلانه به این میده این کاری نیست، پس خب معلومه تو مملکت کی کاری هست و اون مجلس خبرگان لابد مجلس آوکی بی حساب و کتابی است که این میادی همچین حرفایی میزنه. در پایان این بحثی که قبل از اینکه با دوستان بخوام صحبت بکنم، چند روز قبل یکی از فرماندهان سپاه در سوریه به دست مردم این کشور کشته شد که به راستی بهتر مردم سوریه اینجور کارا رو ادامه بدن، چون که رضایت و توجه مردم ایران رو هم به خودشون جلب میکنن. هر چقدر این نسناسا کم بشن، این کثافت‌ها از صحنه دور بشن. آخه مردی که تو اونجا چیکار میکنی؟ تو سوریه چیکار داری؟ تو اینجا تو عضو سپاه پاسدارانی اینجا باید بکشی مردم رو، رفتی اونجا هم داری میکشی. حالا اومدن گفتن که اون آقایی که ریاض حجاب بود، نخست وزیر سوریه بوده و از سوریه
رفته کشورش رو رها کرده، گفته کشور سوریه در حال حاضر اشغال رژیم جمهوری اسلامیه و فردی به نام سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده قدس اونجا رو داره اداره میکنه. بنابراین ملاحظه میکنید که این مملکت، این کشور، در حالی که خودش دیگه خامنه‌ای عرضه اداره مملکت رو نداره، از هر گوشه‌ای هر کی برای خود مختار شده، جنگ و ستیز و جنگ گورکا به قول کاریکاتور جریان داره و این نمیتونه اون مملکت رو اداره بکنه و بالاخره این احمدی نژاد کار دست این میده. خب بنابراین باید توجه داشته باشید که ما در سوریه چیکار میکنیم. اون سوریه میخواد بمونه، میخواد بره. اون مردی که اون همه آدم کشته، یه سرزمین رو اون همه خراب کرده، حالا شما بکن اونجا هم بتونید نگه چی؟ این داستان یه اندیشه غلطه. اون حالا سوریه بمونه یا بره هیچ ارتباطی به حکومت اسلامی نداره. آقای کیسینجر دیروز اعلام کرد دیگه زمانی رسیده که باید تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن بکنیم. همین وزیر خارجه جدید امریکا آقای جان کری هم در حال همین صحبت رو کرده و گفته زمانیه که جمهوری اسلامی با تکلیفش روشن بکنه و رسیدیم به جایی که باید تصمیم گیری بشه. بنابراین این داستانی که فکر میکنن روسا مثلا در یه شرایطی از جمهوری اسلامی به یه شکلی دفاع میکنن، این روسا به موقعش که برسه یه منافعی بهشون بدن، هم سوریه رو ول میکنن هم جمهوری اسلامی رو. درسته که این نیروگاه بوشهر به صورت یک گاو 9 ماه شیرده شده و هر روز به عناوین مختلف پول ازشون میگیرن و 34 سال اینا حفظش کردن و نگرش داشتن و راهش انداختن. حالا تازه وزیر خارجه رفته گفت آقا یکی دیگه هم میخوام بسازیم. یعنی بازم میخوان پولا رو همینطوری بدن بخورن. آقا این چه نیروگاهیه که 34 سال طول کشیده هنوزم باید یکی دیگه بده پولا رو بازم بدن. ولی با همه این مسائل اگر یه لقمه گنده تری به روسیه بدن، به یه باجی بهش بدن، اونم میکشه کنار. بنابراین این امیدها رو نباید داشته باشین که ما اینا روسا ما حمایت میکنن، چین حمایت میکنن. اینا تا موقعی که بخور دارن میشه خورد هستن. موقعی که ببینن نه دیگه اوضاع گندش بالا، حالا اوضاع ایران به زودی میره شورای امنیت. این دفعه دیگه با اون دفعه ها فرق داره. این دفعه خود روسا هم دیگه عاجز شدن، میدونن که هر جلسه میکنن، هر نشستی پیدا میکنن، هیچ نتیجه‌ای نمیگیرن، همه میرن دیگه. مردم دنیا از این جلساتی که نتیجه نداد جلسه بعدی جلسه خسته شدن. بنابراین از همین الان تمام نشریات آلمانی و اروپایی نوشتن که آن چیزی که در قزاقستان قراره روز 25 فوریه برگزار بشه و مذاکره 50 از حالا پیداست که شکست خورده است و بهتره که یک چنین جلسه تشکیل ندیم. رابطه ما وصل با آقای دکتر ربیعی عزیز. سلام. درود بر شما و تمام بینندگان شما و بخش فنی و خبری تلویزیون فارس. خیلی ممنون امیرا جان. شنیدم که این در کره شمالی جمهوری اسلامی سرمایه کلونی گذاشته و این موشک ها و مسائل اتمی که از کارشناسان ایرانی اونجا هستن و ثروت و پول مردم ایران اونجا داره کار میکنه. البته میدونیم که آقای اوباما و آقای جان کری و وزیر دفاع امریکا هر سه اعلام کردن که ما این بار دیگه کره شمالی رو رها نمی‌کنیم و تکلیفمون رو باهاش روشن می‌کنیم که اونجا هم یه سری افرادی هستن مربوط به رژیم اسلامی، مسلماً اونا هم در یک حرکت‌های تندی که انجام میشه اونا هم اونجا کشته میشن. ولی حالا این داستان و روزنامه‌ها چه جور نوشتن در اروپا که کره شمالی از وجود جمهوری اسلامی در پایگاه‌های اتمی خودش داره استفاده میکنه. بله، اینا در امروز این خبر منتشر شد در اروپا و چون منابع خبری خیلی به اصطلاح قرص و محکم هستن، تمام اکثر روزنامه ها نوشتن فوراً این رو. در اونجا گفته شد که عکس های برداشته شده سازمانی به نام سازمان کره 2038. این سازمان مال در دانشگاه جان هاپکینز دانشگاه در پنتاگون چیزی داشته، گزارشی داشته که این گزارش داده که با نقشه ها و مهندس دیدیم که به عکس برداری که شده
متوجه شدیم که کارشناسان ایرانی در این سکوب پرتاب راکت کره شمالی اونجا حضور دارن و اونجا اصلا زندگی میکنن. تمام هزینه اینا رو هم جمهوری اسلامی میپردازه و جمهوری اسلامی هزینه دیگری هم میپردازه و اون اینه که سکوی پرتاب موشک رو داره جمهوری اسلامی درست میکنه به میزان بسیار بزرگتر، وسیع‌تر. و در این گزارش که اینا نوشتن اومده که این تا 3-4 سال آینده کره شمالی با کمک ایران میتونه به راکت هایی که 3 تا 4 برابر قدرت و بزرگی راکتی داشت که قبلا یادتون باشه در ماه آخر سال گذشته پرتاب کرد از اون بزرگتر باشه و این جریان خیلی نگران کرده کلیه کسانی که به اصطلاح کره جنوبی آمریکا رو خیلی نگران کرده. بله آقای ربیعی، من دارن شدیداً با هزینه ایران دارن سیستم راکت به کره شمالی رو دارن اینا مدرن و مدرنیزه میکنن. بله آقای ربیعی، یه خبری خوندم که تا آخر این هفته دولت آلمان وقت داره که اون چک 45 میلیون یورویی که از مظفری رئیس سابق بانک مرکزی و رئیس بانک صادرات در ونزوئلا که آورده بود با خودش اونجا، این رو یا به او پس بده یا اینکه دستور بدن او رو دستگیر کنن به خاطر تخلفاتی و از اونجا که امریکایی‌ها دنبال این ماجرا هستن بعید نیست که کار به دستگیری اینا برسه. ولی دیدم گزارش ویژه‌ای شما در این رابطه هم برای من فرستادین، میخوام ببینم که ریزه خورد این ماجرا در چه حاله و بالاخره سرنوشت این چک و این پول چی میشه. بله این چک اگه یادتون باشه هفته پیش برنامهش بود و 300 میلیون بولیوار برابر 52 میلیون یورو بود که گرفتن. آقایی که بالاخره امروز نشریه شپیگل رفته تحقیق کرده و کشف کرده این آقایی که چک در نزدش بوده آقای طهماسب مظاهری خراسانی سابق امور مالی ایران بوده. این آقا الان پرسیده از پلیس هیچ گونه اطلاعی به نشریه شپیگل نداده، همچنین که هفته پیش هم به من اصلا هیچ اطلاعی نداد، ولی گفته که فقط ما بتونیم بهتون بگیم که آقای مظاهری در ایران الان هستند و ایشون بعد از اینکه با پلیس گمرک مصاحبه میکنه میگه که بله ایشون با رفتن از پروازشون از تهران اومدن از طریق استانبول تصمیم داشته بره کاراکاس و در فرودگاه دوسلدورف ایشون متوجه چک شدن و چک رو الان به اصطلاح گرفتن و چک توقیفه، یعنی نمیشه کارش کرد. ولی دولت آلمان الان در یک معضل بسیار بزرگی قرار داره. یک اینکه این چک برای آلمان نبوده، یعنی در آلمان نمیتونستن این چک رو برن و نقدش بکنن. دوم اینکه اگر کسی این اظهارنامه نکنه از نظر مالی اونه که مورد چیز به اصطلاح بازداشت قرار میگیره، چون چک داشته همراهش. طبق قانون اتحادیه اروپا میتونن تا 10,000 یورو با خودشون بیارن، بیشتر باشه باید بگن چقدر، هیچ اشکالی هم نداره، مثل 1 میلیون هم بیاره هیچ اشکال نداره. ولی ایشون گفته، دولت آلمان میگه ایشون من پول بیش از 10,000 تا ندارم، ولی چک مال ایشون بوده. اون چی که مسلمه هنوز معلوم نیست. وکیل ایشون شدیداً داره فعالیت میکنه، هیچ گونه اطلاعی هم به شپیگل نداده و گفته که این چک پول نیست، این چک و کسی که چک همراهشه نمیتونه بگه پوله. دولت میگه چرا کسی چک همراهشه پول نقده تقریبا. در صورت این مسئله درگیری الان هست و معلوم نیست تا آخر هفته تا اواسط هفته آینده موقعیت چی بشه. ولی اگر از من میپرسید ایشون رو یک جریمه میکنن، 1 میلیون 2 میلیون تا حداکثر 3 میلیون یورو جریمه میکنن و چکشو بهش پس میدن. ولی یک مسئله جالبی شما از صحبت کردید و ملا صحبت کردید و منزل مادر همسرتون، بذار جریان بهتون بگم. میگه خیلی قشنگ مینویسه، عین جملهشه، میگه فعالیت‌های وسیله مظاهری در کاراکاس با همکاری ملایی به نام حجت الله سلطانی که سفیر ایران در کاراکاس هست پولشویی میکنه. یه بانکی درست کردن به نام بانک صادراتی ابدی. از طریق این بانک این حجت الله سلطانی با همکاری این آقای مظاهری همه رو گزارش داده. خیلی جالب، یه گزارش بسیار مفصلی داده و بعدا معلوم شده که
این که به اصطلاح تمام این پولا میره به کاراکاس و اونجا پولشویی میشه. ولی حتی رفته کوشش کرده که این آقای مزاری در آلمان در کجا زندگی میکنن، رفتن دیدن ایشون در شهر دوسلدورف گرانترین و قشنگترین و زیباترین محلش به نام یک خیابان بسیار پهنی است به نام کونیکس آله، اونجا دفتر تجارتی داره. دفتر تجارتی با مسئولیت محدود داره. میخواستن برن منزلش رو ببینن پیدا کنن، رفتن در یک منطقه خوب دیگه دوسلدورف یه منزلی پیدا کردن که اسم ایشون فقط روی صندوق پستی بوده، رو هیچ زنگی نبوده. روزنامه‌نگار اشپیگل می‌نویسه ما به هر زنگی زدیم گفتیم اینجا آقای مظاهری میشینه، کسی گفتن نه ما همچین شخصی رو نمیشناسیم. در واقع این کارا در اینجا داره میشه و مرتب هم ایشون میاد به آلمان و میره و داره در آلمان تجارت میکنه. این آقای مظاهری به اصطلاح رئیس سابق بانک مرکزی ایران و وزیر دارایی ایران. بله، این داستان ترکیه هم شنیدم داره بالا میگیره، مبارزه‌ای که میکنه با شیعیان، نخست وزیر کنونی دولت و خودشو نزدیک کرده به عرب و سنی ها رو داره حمایت میکنه. این داستانش چی هست؟ آقای دوست عزیز من شرفشاهی، یک بنیاد بسیار معروف در آلمان هست به نام فریدریش ابرت. این بنیاد در یک کنفرانس تحقیقاتی در آمریکا تشکیل داده و اونجا این کنفرانس سالها تحقیق کرده راجع به عرب‌های خاورمیانه و ایران و در اونجا گفته که چون ترکیه متوجه الان شده که شیعه‌های ایران یا حکومت فعلی ایران برای منطقه خطرناکن، رو خیلی نزدیک به عرب کرده. عرب هم اینطور که این در کنفرانس گفته شده در آمریکا، عرب هم اول ناراضی بودن از ترکیه ولی الان کم کم دارن به ترکیه میپیوندن به خاطر اینکه میگن که اینجا هم سنی هستش و اونجا هم کسی مخالفتی چندانی نداره و آدمایی نیستن که خطرناک باشن. بنابراین در این کنفرانس گفته شده که رابطه بسیار خوب و سنتی با این کشورهای عرب داره و ترکیه هم رابطه بسیار خوبی با آلمان داره. شما میدونید که 3 میلیون ترک در آلمان زندگی میکنن و اینا 5000 شرکت آلمانی در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده. بنابراین ترکیه ترجیح میده رابطه خودشو با غرب عمیق‌تر بکنه. اگر رابطه خودشو با غرب عمیق‌تر بکنه، ناچار رابطه خودشو با عرب خلیج فارس هم به اصطلاح عمیق‌تر باید بکنه. چرا؟ برای اینکه اون از اونجا مرتب اینا نفت میخرن و اسلحه میفروشن. بنابراین شاخص اینطور این تشخیص داده این کنفرانس. در حال حاضر مردم منطقه ترکیه و عربستان سعودی اینطور فکر میکنن که ترکیه و عربستان سعودی، فکرشو بکنید آقای شرفشاهی چقدر باعث خجالته، ترکیه و عربستان سعودی شاخص فرهنگی و اقتصادی منطقه و ایران شاخص نظامی و خشونت. تصورشو بکنید اصلا یه مملکتی ایران اون حالت اومده شده شاخص خشونت و نظامیگری. بله، حالا گفتم که دو برنامه حالا به مثلم گفت آقا بیا دنبال ما و کاری که ما کردیم دنبال کن تا بتونی اونجا موندگار بشی. و البته این موندگاری که اینا دارن به خاطر همین اشتباهاتیه که امریکا و اروپا در این زمینه کردن و هی این رژیم رو طولانی کردن، ادامه دادن، در حالی که اینا انقدر قدرت اینو داشتن که شاه فقید رو با اون شرایط ایجاد کردن در داخل مملکت و براندازی کردن. حالا همون کار رو میتونن بدون اینکه ایران رو تقسیم کنن، بدون اینکه حمله نظامی بکنن، یک در حال ماجرای مردم ایران رو کمک بکنن و خود مردم تکلیف اینا رو روشن کنن، اینا عبا رو بردارن. همطوری که احمدی نژاد گفته اگه مسائلی درباره همین خمینی رو میگه من بگم، عباشو هم داره میذاره کولشو ده و فرار میکنه. بنابراین وقتی شرایط مملکت به این شکلی که خودشون هم با هم دیگه درگیرن، بهترین کار این است که دیگه اینقدر هی طولانیش نکنن و هرچند که همشون دیگه دارن الان میگن که این ماجرای ایران به آخر خط رسید. از شما خیلی ممنونم آقای ربیعی عزیز. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. روز و شب شما در دو سوی جهان بخیر. بله، باید پرواز کنیم بریم فرانسه و در اونجا دوست عزیزی هست، ببینیم که آقای قره‌گزلو درباره مسائل ایران چه نظرات و دیدگاه‌هایی اونجا دارن.
میدونیم که این داستان وقت شدی؟ میدونیم که داستان این آقای چک هگل وزیر دفاع امریکا هم امروز به بنبست برخورد کرد. تمام جمهوری خواها به او رأی ندادن و اون آراء دموکرات ها تعدادش به 60 نرسید و ایشون انتخاب نشد و جمهوری خواها میگن ما یه پرسشایی داریم که قبل از رأی گیری و قبل از اینکه ایشون به وزارت دفاع بره باید اینا رو به ما جواب بده تا ما بعد تصمیم بگیریم و بشینیم و رأی بدیم. این مدتی این کار دوباره تعیین وزیر دفاع جدید امریکا با مشکل برخورد کرده، ولی مسلماً بار دیگه که مدت طولانی 2 هفته طول میکشه ماجرا دوباره رأی گیری میشه، ولی آقای پانتا همچنان میمانند در وزارت دفاع تا اینکه آقای چاک هگل تکلیفش در سنا کاملا مشخص بشه. بله آقای قره‌گزرو عزیز سلام. درود بر جناب شرفشاهی، درود بر جناب شهرتی و بینندگان عزیز در سراسر عالم. خیلی ممنون. در فرانسه قربان، در زمینه دیدگاه های شما میخوایم بدونیم در مسائل ایران، در رابطه با مسائل ایران. جناب شرفشاهی به چند نکته خود شما اشاره فرمودید که در اینجا نیز از موضوعات داغ یکی همین سخنان طائب بود که اولویت سوریه گفت برای ایران بیش از خوزستان است، که واقعا جای تأسف است که میبینیم این گروه که بر کشور ما حاکم شدن نه ارق ملی دارند نه عشقی به ایران دارند و به گفته یکی از محققان همین آیت الله خمینی که از خباثت و قساوت بود تا موقعی که بر ایران مسلط نشده بود جناب شرفشاهی نقش خودش رو بسیار خوب بازی کرد که همه فکر میکردن یک گاندی جدیدی است که آمده است ایران رو نجات بدهد، ولی دیدیم چقدر آسان فرمان کشتار جوانان ایران رو صادر کرد، چگونه خون ریخت و چگونه بدون هیچ قانونی خلخالی ها و امثال هم رو مسلط کرد. حالا همین آقای طائب هم خوزستان عزیز که همیشه سنگر دفاع از ایران بوده است و این همه حماسه آفریدن در جنگ، میگوید برای ما ارجح است سوریه بر این استان. و من اینجا بعد نیست یک یادآوری بکنم جناب شرفشاهی که در مدارکی که متقن و ثابت شده است میگویند در ایام انقلاب عبدالله که لقب آقای خامنه ای بوده است کسی است که مواد منفجره و آتش‌سای حریق بیرحمانه سینما رکس آبادان را که در آن 430 نفر زنده سوختند در اختیار مجریان انقلابی قرار داد و یکی از نزدیکان خمینی به نام حسین بروجردی در اعترافات خود که با کوشش آقای بهرام چوبینه منتشر شده است این راز را فاش کرد. علتش همین بود که خوزستان بلند نشده بودند، در این تظاهرات شرکت نمی کردند و برای اینکه آنها را هم به صحنه بیاورند آقای خامنه ای که رهبری شیعیان جهان را بر عهده دارد دست به چنین جنایتی زد که میگویند البته قبل از همه شیخ علی تهرانی شوهر خواهر آقای خامنه ای که از سوی خمینی مأمور رسیدگی به فاجعه سینما رکس آبادان بود دخالت انقلابیون را در آن جنایت برملا ساخت و به همین سبب هم مغضوب و مجبور شد به عراق پناه ببرد. شیخ علی تهرانی همان کسی است که با سر و صدا و جنجال و مخالفت بسیار مانع از آن شد که جلال الدین فارسی فرضیه پرداز هیئت‌های مؤتلفه اسلامی بازوی مسلح خمینی که تبعه افغانستان بود نخستین رئیس جمهوری اسلامی بشود و به جای او آقای ابوالحسن بنی صدر بدین سمت برگزیده شد. و هنگامی که
خامنه ای او را گول زد و به ایران بازگردانید دستگیر و به 20 سال زندان محکوم شد. و جالب این است جناب شرفشاهی پسرش محمود تهرانی در 20 بهمن ماه 1378 به مناسبت اعتصاب قضای پدرش در زندان اوین نامه سرگشاده انتشار داد که آن رسما از ماجرای آتش زدن تعمدی سینما رکس آبادان به دستور یکی از ملاها و انقلابیون وقت که توی پرانتز آمده است علی خامنه ای پرده برداشت و اعلام کرد که با این کار میخواستند مردم جنوب را هم وارد جریان انقلاب بکنند و برای پرده پوشی چند نفر بیگناه را هم به جوخه اعدام سپردند و بر جنایات خود افزودند. حال از این قوم جناب شرفشاهی انتظاری آیا جز این می رود که سوریه را بر خوزستانی های عزیز ترجیح بدهند؟ همین آقای طایب رفته است و در سوریه بسیج درست کرده است که از حافظ بشار اسدی که بیش از 70,000 هموطن خودش را کشته است و از سوریه زیبا که به سر شهرهای آن تحت پوشش سازمان جهانی یونیسف قرار داشت یک خرابه بر جای گذاشته است دفاع بکنند و مردم ایران گرسنه‌اند، تشنه‌اند، جوانان ایران بی فردا و همه معتاد و گرفتارند و آقایان میلیارد پول این مملکت رو که نیاز به هزاران کمک به مردمش هست به سوریه میبرند، به لبنان میبرند تا حزب اللهی ها گردن کلفتر بشوند و بشار اسد بتواند بماند و جنایت بکند. جناب شرفشاهی بله، مسائل سوریه واقعا خیلی پیچیده است برای همه مردم دنیا. خب این روزا میدونین که امریکایی هم بریدن و گفتن دیگه مثل اینکه چاره ای نمونده که ما اونجا دیگه تصمیم بگیریم به حمله نظامی و دوباره دو ماجرا به شورای امنیت داره قراره بره، یکی ماجرای ایران و یکی هم ماجرای سوریه. دیگه مطالب دیگه شما در اختیار ندارین. جناب شرفشاهی که مسئله اتم ایران است که هیئت اسلامی به ایران از طرف سازمان جهانی اتمی دست خالی برگشتن چون همیشه و آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا 25 بهمن در یک کنفرانس خبری مشترک با حضور دبیر کل سازمان ملل با اشاره به مذاکرات آتی اتمی اظهار داشت این دور از گفتگوها تنها اگر ایرانی ها مصممانه برای بحث درباره پیشنهادهای واقعی به سر میز مذاکره بیایند پیشرفت خواهند داشت. جان کری با تکرار این سخن که اثبات صلح آمیز بودن برنامه اتمی کار ساده است و نیاز به این همه وقت کشی ندارد و گفت کشورهایی که برنامه اتمی صلح آمیز دارند مشکلی هم ندارند که مردم ثابت کنند که برنامه هایشان صلح آمیز است، ولی حالا چرا ایران چنین می کند و این همه وقت کشی می کند؟ جز این که هدف دیگری در سر دارد نباید به چیز دیگری فکر کرد. جان کری پیش از پس از گرفتن رأی سنا گفته بود ایرانی ها می توانند با موافقت با بازرسی های سرزده صلح آمیز بودن برنامه خودشان را نشان دهند که چنین نمی کنند. وزیر خارجه در ادامه این کنفرانس خبری گفت به نظرم بر عهده ایران است که نشان بدهد آنها به اندازه ما و رئیس جمهور اوباما مصمم هستند تا به راه حلی دیپلماتیک دست پیدا کنند، نه اینکه از دیگر گزینه‌ها. و آقای هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا و مشاور اسبق کاخ سفید هم در مصاحبه کوتاهی با خبرنگاران درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با صراحت گفتند که ایران اتمی غیر قابل تحمل است، اما این اتفاق در حال روی دادن است و میگوید معتقدم
زمان تعیین چگونگی واکنش به روند اتمی ایران فرا میرسد، زیرا پیامدهای عدم واکنش به آن در برابر ماست. معتقدم زمان واکنش بسیار نزدیک شده است. ما نباید در این باره کوتاهی کنیم که امیدواریم جمهوری اسلامی به خود بیاید و بداند که ایالات متحده تحت هیچ شرایطی نخواهد گذاشت که ایران اتمی بشود. در غیر این صورت باید عواقب سنگین این کارشان را هم خود مسئول باشند و بهای گزافان را بپردازند. جناب شرفشاهی، خیلی تشکر آقای دکتر قره‌گزلوی عزیز. تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنیم. روزگارتان خوش. سپاسگزارم. بله، از آقای امیر شجره خواهش میکنم. برنامه سیاسی همیشه یه خورده تند و خشن، یه کاریکاتوری ایشون الان در اختیار داره که برای اینکه لبخندی به لب شما در پناه این برنامه سنگین سیاسی بیاد، بد نیست که اونو به شما نشون بدن که شما این ببینین و این کاریکاتور رو و ما با شما خداحافظی بکنیم. و تا این کاریکاتور، نه اون کاریکاتوری که آقای اوباما هم کنارش هست شما دارین، ما همراه آقای ندارین و همراه آقای دکتر ربیعی، دکتر قره‌گزلو و با تشکر از آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. خیلی متشکرم. دریافت گرین کارت سرمایه‌گذاری آمریکا با شرایط ویژه از طریق سازمان امور مهاجرت رهبران و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مطمئن و تایید شده توسط دولت آمریکا. دکتر رضا رهبران